خیلی خوشحالم بابت این لحظه و خیلی خوشحالم که سعادت این رو دارم که از این بزرگوار دعوت بکنم. با افتخار میخوام دعوت بکنم از کسی که قهرمان ملی ما بوده در دوران جنگ فهمیدی که البته قهرمان ملی ما همین هم هستن. بنیانگذار اولین مدرسه خلبانی، مؤسس بیش از 5 مدرسه خلبانی، معلم و استاد خلبان جناب آقای کاپیتان مسعود جلالی. بزرگان خیلی خوشحالم که جمع شما هست. من مسعود جلالی، کوچکترین عضو جامعه هوانوردی که الان افتخار این رو دارم در خدمت یه سری از اساتیدی باشم اینجا که خودشون جز بزرگان این صنعت هست. خوش آمدید. عزیزانی که از جاهای دور نزدیک، شهرستان‌های مختلف، اهواز عزیز، کرمانشاه عزیز، که شما همونجور که صحبت کردم همه جای ایران، اسمی برم شیراز، تمام شاگردان خودم که اومدن اینجا از تمام نقاط مختلف ایران، خیلی خوشحال هست. مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون، افتخار اینو دارم که در خدمت بزرگان صنعت هستم، چه کمشاه و چه نفرات نیروی نظامی بود که اینجا هست. لطف کردید تشکر کنید. سرمایه ها و افتخارهای ما در شکاری، جنگنده و پلاوری، هلیکوپتر، هوانیروز، هر کدوم از دوستان که اینجا هستن، اول به افتخار این نظمه تمام در خط من کوچکترین عضو این جامعه بودم، بزرگتر از من خیلی هست. من خودم رو هیچ چی نمیدونم، خلق نمیدونم و این خیلی هستن که در بین ما نیستن قهرمانان جنگ، اونا قهرمانان جنگ خیلی کارا رو کردن، قهرمانانه از جونشون گذاشتن و اونایی که راهشون الان دارن ادامه میدن، اونا قهرمان‌تر از من هستن. تو پایین ها خلبانان کمشایی که دارن پرواز میکنن، بزرگترین خدمات رو به ما ارائه میکنن. کنار این از همه مهمتر مهندسانی هستیم، فنی‌ها، کسانی که هواپیما آماده میکنن. من به پشتوانه اونها من نوعی میرم، اونها هستن هواپیما آماده میکنن، شاید زحماتشون دیده نشه. من از همینجا ابراز ارادت میکنم خدمتشون، سپاسگزارم از همه‌شون. در مدت 8 سال پای مقدس کمک کردن به ما، هواپیمامون آماده کردن. همینطور الان پشتیبانی‌هاشون بزرگانی داریم، بزرگانی مثل آقای رحمانی، مهندس رحمانی، مهندس صداقت، مهندس رضایی و دیگرانی که اصلا از فیضی الان ممکنه وجود نداشته باشه. خیلی هستن که توی صنعت خیلی کمک کردن به ما، بزرگانی که در ارپورت بودن، بزرگانی که در سیستم‌های دیگه بودن. اولا اینکه من خیلی خوشحالم که این همه جوان رو اینجا می‌بینم. نمی‌دونم شاگردای خودم بودن و تعدادشون افتخار اینو دارن که هنوز معلمشون هستن.
تو تهران توی شیراز توی جای دیگه چقدر قشنگه. من اون بار اون سخنرانی هم صحبت کردم. صنعت هوانوردی ایران استعدادش به فوتبال تو برزیل، همونجوری که فوتبالیستایی که تو برزیل هستن تعدادشون زیاده، ما این صنعت رو داریم تا خصوص تو شهرستان‌ها تو خیلی هستن، مثلا شیراز، اهواز، جای دیگه، شمال ایران، تهران نگاه میکنم میبینم خیلی ها هستن که این صنعت رو دوست دارن، علاقه‌مندن، خیلی‌هاشون نتونستن واقعا. چقدر قشنگه کارهای محمدی رو کار کردیم. این کارهای محمدی ما بچه جوون ما که درایت اینو داشته، تحول اینو داشته که بخواد بیاد همچین کاری رو بکنه، یه مسئله طرح استعدادیابی رو راه بندازه. واقعا یکی میخواد بیاد توی این صنعت چون واقعا استعدادش نداره، باید راهنماییش کرد بره تو صنعت دیگه‌ای، تحقیق کنه کدوم گرایش بره خلبانی، بره فنی، بره دیسپچ، بره مهمانداری، بره کنترلر باشه. قسمت‌های مختلف و فرودگاهی هست. به وسیله این سیستم میتونه راه خودش رو پیدا کنه و این سامانه هوشمندی که قراره ارائه بشود این امکان رو در اختیار شما خواهد گذاشت و چقدر زیبا خواهد بود که بچه‌های ما شغلشون رو قبل از اینکه میخوان برن محک بزنن، بشناسن. ما شغلمون کمتر از خرید میوه نیست. اول اتهام میکنیم بعد من خب یه شغلی رو انتخاب کنم یه عمری باهاش زندگی کنم، نیاز به این هستش که حتما راجع به این شغل مثلا اطلاعاتی داشته باشم. اطلاعات هوانوردی رو همه ندارن. من ممکنه راجع به پزشکی اطلاعاتی داشته باشم ولی اکثرا نگاه کنه اطلاعات هوانوردیشون شاید در حد خریدی یه بلیط باشه. بعد این نفر میاد یه رشته رو انتخاب میکنه، یه شکلی رو انتخاب میکنه و طبعا میبینه وسط را شاید علاقه نداره. این تلنتی که اینجا به وجود میاد نگاه میکنیم استعدادیابی کرد، کمک میکنه به دانشجوی ما، به جوان ما که راهش رو خوبتر انتخاب کنه، بهتر انتخاب کنه، ببینیم کدوم شکل بیشتر استعداد. من خیلی خوشحالم، تبریک میگم به جناب علی محمدی و دوستانی که در صندوقدار این قضیه هستن که این همایش‌ها رو به اصطلاح برگزار میکنن. به اصطلاح من فکر میکنم باید تعداد این همایش‌ها بیشتر بشه، هر چند ماه یه دفعه باشه، بیان تبادل نظر بکنیم، با هم دیگه بحث بکنیم، همدیگه رو ببینیم که بیرون حرف بزنیم. خیلی ها هستن الان توی کرمانشاه جناب سالاری که الان اینجا تشریف دارن از بزرگان این صنعت از خودشون رو بچه‌های کورس بودن، خبرن و دوستان دیگه‌شون که اینجا هستن یه افتخار داریم در خدمتشون باشیم. خب اینا راهگشا هستن، میارن دانشجوهاشون از کرمانشاه بودن اینجا، یه تعداد بسیار زیادی دیگران که باید اینا با هم تبادل نظر میکنن، مشکلاتشون رو میتونن با هم دیگه حل کنن، بیرون با هم دیگه آشنا میشن. سعی کنید این کارو بکنید. ما این همایش‌ها بیشتر عامل این قضیه باید باشد که ما با هم دیگه ارتباط پیدا کنیم، بتوانیم این صنعت رو گسترش بدیم. پرواز زیباست. رویای پرواز یه زمانی که پرواز میکنید زیر کاملا ابر بالا خورشید، حیف نور خورشید هم خورده و هر ابری رنگه. خداوند کسایی که پروازی هستن خیلی لطف کرد. به همه اجازه داره که دو بود زندگی کنن، رو طول عرض. به پروازی های اجازه داره که طول عرض یه بود اضافه قرار شده. من افتخار این داشتم که کلانه پرس باشم و بعد من توی سیستم کرمانشاه، ولی افتخار اول من معلمی. اول معلم من این خیلی قشنگه. چون اون معلم یاد میکنم از معلم کردن مثلا عرشیری بزرگ، اینا کسایی بودن که راهگشاهای ما بودن، مثلا راهگشای سیاسی که امروز ما می‌کنیم یا دوستان دیگه که اینجا بودن. به هر صورت من این رو دارم بگم، اینجا راه داره موقعی که این راه طی کردیم چندین سال، 50 سال توی صنعت بودیم. دانشجوی عزیز من، خلبان جان، زندگی بستگی سلامت دارم. اول باید سالم باشید، بعد خلبان باشید.
من هر رشته‌ای اگر سلامتی رو حفظ نکنم شاید بتونم اون رشته رو ادامه بدم. من اصلا پزشک باشم، تصادف بکنم 2 تا پام دسته، چه اتفاقی میفته؟ گوشیمو دارم، دستگاه فشار خونم هم دارم، اون صندلی هم میشینم، علمم هم به کار میبرم، نسخه هم مینویسم، طبابت هم میکنم. فشار خونت بالا پایین بشه گرانی، چربی خونت بره بالا گرانی، نمیتونی بپس. یه نقص عضو کوچیک بگی، شغلا همه مرفتگری که تو خیابون داره کار میکنه اگر نباشه اون ضامن سلامت منه. اونه که باعث میشه که من سالم بمونم، اونه که اجازه میده که من مریض نشم. شغلش خیلی مهندسین سلامت هستن، بزرگن. اون نفری که تو نونوایی کار میکنه، اون نفری که تو بیمارستان، تو پرستاریه، تو حراست، تو پلیسه، هر کدومشون شغلات فقط هم متفاوته، هیچ کدوم نسبت به هم دیگه از نظر من ارجحیت نداره. شغل خلبانی تفاوتش اینه، تفاوتش اینه که شما داداش خواهر کوچکتره، فرزند تو نمیدی دست داداش کسی برای خیابون رو برای ولی امثال شما میان عشقشون، پدرشون، مادرشون، زندگیشون، همسرشون، بچهشون میسپرن دست توی خلبان، میگن ببر بالا 30,000 تومان، 25,000 تومان، 30,000 تومان تو شب، تو 9,000 تومان برتر بزرسن. ببین چه امانتداری هستی، وحشتناک. نشستیم جلو 200 نفر آدم اون عقبن، امانتداری. 200 نفر آدمی که 50,000 نفر حداقل عقبه دارن. ببین چه امانتداری هستی. یک، شیپ خودت رو باید نگه کنی، سلامت بدنه، کوچکترین اشکالی بیاری دیگه روی زندگی، ورزشتو مواظب باش، بدن تو سالم نگهدار، سرمایه تو برای مملکت من سالم نگهدار و بذار از این سرمایه بدینه استفاده بشه. پسر جوانی که اینجا نشستی، دختر خانم جوانی که اینجا نشستی که آرزوی رویای پرواز رو داری، ببین اولین راید فرستافیسری کمک خلبانی میتونه اولین راید کتونی هم باشه. ببین میتونی روی سیت بشینی، میدونی چرا میدن اینو؟ تیکاف کردی، گیرا، فلاک، آب زدی بالا، کپتانی کپاسیته، کپتانی سکته کرد. تو میمونی و 200 آدمی که اون عقب و یه ناو و اگه تو شب عقبم باشه که دیگه بابا بگید این کاره هستی این ناو برداری بیاری بشونی دوباره؟ میتونی که این سیتو نشستی؟ پس فکر نکن کمک خلبانی، در حدی بخون، در حدی سعی کن پروفشنال باشی که بتوانی تجنفری این رو در یک همچین زمانی چیکار کنی؟ سیل کنی، برگردونی روی زمین بشونی. کار ساده نیست. کمپان ما پای پله هواپیما سکته کرد تو همین مهرآباد، نمیتونستی تو تیکاف لیت باشه، نمیتونستی تو مسیر باشه. خب تو پرسپزر رو چیکار کنی؟ هستی این کاری که نشستی این پشت؟ اینا بعد جوشین رو دادن دست شما ها. کمپانی خلبانی خیلی خوشگلی ها داره. اون خوشگلی هاش گولتون هست. اول گرفانش رو یاد بگیری، بعد خوشگلی هاش هم باش لباسش خوشگله، بیرونش خوشگله، توش خوشگله، رادیو کالش قشنگه، خود هواپیما رو میبینی لذت میبری، با رفت میبری لذت میبری، اشعار با این هواپیما میکنی، همه چیز. ولی آماده باش توش میشی. درست خوبه، مواظب سلامت خودت باش. و از همه مهمتر جوان من، زبان انگلیسی زبان ایویشنه. اگه درست نفهمیدی بودی ها فرستافیسر داشتید که دوباره به من بگه بیا خرید. میگم چرا؟ فقط کلیشه‌ای را دور کار بلده، میخواد بره خرید نمیتونه. یعنی ایشون یه امیر نگر بگیره رو هوا، منم سکته کنم بیفتم، میخواد چیکار؟
توی محوطه‌ای که 300 تا هواپیما رو هواست و میخواد اینا زبان عضو لاینفک کار زندگیه. اگر اومدی در خیلی قشنگی هست میگن یا نکن با فیلم ها روستی یا بساز یه خونه یکی توش بده. اگر اومدی توی این شغل زبان حرف اوله میزنه باید بلد باشی، تازه زبان دوم هم باید بلد باشی. 2 سلامت بدن تو باید حفظ بکنی. 3 من تو نماینده مملکت ما داریم میگیم بیرون باید خیلی خوشگل لباس بپوشیم، نشون بدیم لباسمون تمیز باشه. پس برمیگرده همه اینا بگم. تمام اینا رو گفتم برمیگرده به اتیتود، به انضباط، به انضباط پروازی. دوستان افرسی اینجا هستن، همه تو حرف میزنید میگن آقا اینجا رو کردید پاویلون ایرپورت قبول خودشو داره. من اصلا انضباط ایرپورت قبول ندارم برای تنشان. خانمان ایرپورت میتواند 16 تا راکت زیرش باشه، یه جایی هم اشکال پیدا کرد بزنه یا خریدی. تو هم می‌دونی؟ اون خودش معنیه. تو یه 200 نفر آدم. آقای کمالشاهی 200 برابر بیشتر بود خانمان ایرپورتی و 200 برابر بیشتر معلومات داشته باشی، انضباط داشته باشی و بفهمی داری چیکار می‌کنی و دانش داشته باشی. پس فکر نکنم خانمان کمالشاهی باید حتما ایرپورت انضباط داشته باشه. انضباط شخصی باید از ایرپورت بیشتر باشه. اون ایرپورت منابع خودشو داره. اونا لیمیتیشن‌ها خاص خودشونو دارن. با لیمیتیشن‌های ما اصلا قابل قبول نیست. من یا آدم نظامیم به من میگه که شما باید چیکار کنی؟ برید من میگم بستری میکنم. ولی تو دیگه چی رو میبرید که برسونی کنم؟ در اصل خوشحالم از اینکه اینجا هستید، مواظب سلامتتون باشید، مواظب درس خوندنتون باشید، زبانتون خوب بخونید و بدونید که دارید چه میکنید. روی این سیت میخوای بشینی آماده باش درد بشید. سپاسگزارم از اینکه وقتتون دادید به من در محضر بزرگای خودم که جهان هستم، بچه‌های دوستان کنشال و دوستان نظامی درس دادم. در خدمت شما هستم. افتخار تشکر داریم از کاپیتان مسعود جلالی بزرگوار. برای احترامشون برمی‌خیزیم و جانانه تشویقشون می‌کنم. متشکرم. کاپیتان جلالی بزرگوار دعا می‌کنم فرد باران شوی، خروج خوش یاس و ریحان شوی. دعا می‌کنم در زمستان عشق بهاری‌ترین فصل ایمان شوی. مجدداً افتخارش می‌کنم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از همراهی گرم و با محبت